سلام به روی ماهتون، خوش اومدید. امروز اومدیم به کل هیتایی که در ویدیو قبل گرفته بودیم جواب بدیم. خب میدونی اولین کامنت هایی که گرفته بودیم سرش چی بود؟ یکی میگفتن آقا شما تامنیلتون اسکی، یکی گفته بود آقا شما ایدهتون اسکی. اولا که برید داخل این چنل های یوتیوب فارسی و یه نگاه بندازید، هر کسی که از این ویدیو گذاشته تقریبا این همچین مایه با ویدیو ما داشت. با این حساب ما از اینا کپی کردیم، ما از 10 15 تا چنل کپی کردیم با این حساب اینا. حالا بخوایم واقع بینانه باشیم بچه‌ها، موضوع ویدیو فقط موضوع مختصر به ما نبوده، این درست، ولی خب چیزی هم نبودی که هیچ یوتیوبر دیگه به غیر کومان انجامش داده باشه. بعد میگفتن تامنیل اسکی. بچه‌ها یکی نوشته بود تامنیلتون از ممنتو اسکی. بابا ادیتور تو بیا تامنیل ما رو نشون بده، تامنیل ممنتو هم بذاریم میشه. بعد بچه‌ها خودشون میبینن قشنگ میتونه قضاوت کنن. آقا اصلا ربطی به این نداره. این تامنیلی که ما داریم اصلا مدل مستر بیستی فرق داره با تامنیل‌های دیگه یوتیوبرها. خب بچه‌ها خیلیاتون گفته بودی که اسمتون کپیه. دیگه اینا هر جو خواستن ما رو قضاوت کنن. هر جو شده خواستن در حالی که تو اولین ویدیو توضیح دادیم که واقعا اسممون خودمون گذاشتیم در مورد اسم خودمون. بعد آقا بذار من یه دلیلم بیارم واسه بچه‌ها. این الان ادیتور اینجا می‌نویسه ماکو. بعد ادیتور بیا این ورم کومانو بنویس. بعد آقا تو بیا این کپی رو پیدا کن. تو که میگی کپی، آقا تویی که اعتقاد داشتی میگی کپیه. آقا بیا کپی رو پیدا کن. اصلا کپی نیست، خودمون درست کردیم. بعدش هم اصلا اسم یه شهره. الان ما اینو آره. تازگی فهمیدیم، ولی خب در کل این اصلا اسم یه شهره، اصلا ربطی به کومان نداره. شهر مرزی اونجا؟ آره ما. شهر خودمون نیست بچه. تازه منطقه آزادم شده. بریم جای ماشین می‌خریم. بعدش هم در مورد لوگو صبر کن من لوگو رو بذار توضیح بدم. بچه‌ها لوگو قضیهش مال خیلی وقت پیشه. اصلا اون لوگو رو اگه یادت باشه تقریبا میشه گفت یه سال پیش، یه سال قبل از اینکه ما شروع کنیم اصلا لوگو رو طراحی کردیم. یعنی ما این ایده خیلی وقت پیش توی مغزمون بود. بعد آقا ما به این طرف که حالا خواست لوگو رو واسمون بسازه گفتیم آقا یه چیز خفن می‌خوایم جوری باشه که همه پسند باشه و فلان میساز. بعد آقا این اومد لوگو رو دقیق کپی کومان زد باشه. بعد اصلاحی اینا طبیعتاً لوگو باید داشته باشه. بعد میگفت آقا من اصلاحی میدم ولی لوگو رو عوض نمیکنم، باید حساب با یه لوگوی دیگه دوباره جدا خریداری کنید. ما خیلی حتی باش حرف زدیم، گفتیم آقا کپی هیت میگیریم و فلان، قبول نکردن، گفتن آقا راه نداره. بعد اینجوری شد که ما اومدیم تغییر درست کردیم. حالا ادیتور بازم بیاد لوگو رو هم بذاره، بچه‌ها یه نگاه بندازن. آره بک‌گراندش فرق میکنه، اصلا بک‌گراندش فرق میکنه. بعد استیکر داخلش هست. کلا سعی کردیم از اون ماهیت اصلی چنل کومان فاصله بگیریم، ولی خب بازم دوباره قضاوت شدیم. بعد اصلا میان به ما میگن آقا کامنت‌ها داخل کامنت ها نوشته بودن، میگفتن آقا شما همه ویدیوهاتون کپی از کومانه. بله بچه ما اون اوایل خودمون هم قبول کردیم داخل یکی از ویدیومون، گفتیم بله کپی داشتیم از کومان، اینو خودمون هم قبول داریم. ولی چیزی که ما قبول نداریم این ویدیوهای جدیدمونه. اصلا کومان 3 نفره ما 2 نفر، این کجاش دیگه شد کپی؟ کومان یکی در واقع داخل پشت صحنه داره توضیح میده که همون میشه خانم میا پلیس، بعد دیگه کوروش و ایمان، این اصلا ربطی به موضوع ما نداره. حالا 2 تا از کامنت ها بخون ببینیم، کامنت ها رو بخونم، جواب کامل رو بدیم به کامنت ها. بچه حالا بذار من یکی از کامنت ها رو بخونم. آقا ما لوگو رو کاری نداریم دیگه، حرکتتونم دارید اسکی میرید. برای مثال جوری که کوروش دستشو میذاره روی میز هم اسکی رفتید. بچه من کوروش رو دیدم که اینجوری میکنه، ولی من تا الان اینجوری نکردم. برید همه ویدیوها رو ببینید. این از این. بعد من دستمو اینجوری میذارم دیگه نمیشه اسکی. کجاش اسکی؟ بعد مثلا من اینجوری میذارم یا اینجوری میذارم، اصلا نباید اینجوری هم کنم، من حساب باید دست دیگه ببرم. اگه اینجوری نکنم و اینجوری نکنم و هیچ کاری نکنم، من که اومدم اینجوری کنم، این قبل از هر چیز باشه. بعد این کجاش کپیه بچه؟ من اگه اومدم توضیح دادم، من گفتم بچه‌ها میتونم بهشون بدم، نه اصلا چیزی نیست که بخواید الکی گیر بدید. بعدشم کلا دست اضافیه تو عکس تو ویدیو همون دیگه تو همه جا هیچ اضافی. بعدشم آقا من این دست رو چیکار کنم؟ اینجوری بذارم اینجوری دیگه فکر کنم خیال بعضی اینجوری بود. آره اینجوری برم. بابا باید یه جوری بری دیگه، این دست باید یه جایی باشه. الان من اینجوری بذارم، اینجوری خوبه. چیکارش کنم دیگه؟ یا باید اینجوری بذارم یا باید اینجوریش کنم. حتی برای مثلا بعضی وقتا مثلا اینجوری می‌کنیم برای شوخی. آره. بعد دیگه الکی مثلا قضاوت نکنید. خب بچه‌ها یکی نوشته کپی رایت خسته شدم. بچه‌ها یکی نیست آخه بگه بچه 7 8 ساله تویی که اومدین کامنت نوشتی. آقا ما واقعا کامنت ها اصلا مهم نیست. آره احتمالاً فقط نگاه می‌کنی یه بچه سال 7 8 ساله اومده کامنت گذاشته کپی رایت. یکی نیست بگه آخه خب عزیز جان کپی رایتی که تو داری میگی کپی رایت اصلا مربوط به موزیکه نه به ویدیو. موزیک اونم که مثلا ویدیو کومان بیاری اینجا پخش کنی، اونم تازه اون کپی رایت اصلا قضیهش فرق داره. اون بعد تازه مثلا مگه یوتیوبر ما برای مثال حالا پوریا وست بود میومد از اول رو آره. بعد پوریا وست مثلا میاد خب خود ویدیو مستر بیست فقط صدا میذاره و میذاره. فکر کن مثلا تو بیا به این طرف بگی آقا تو داری کپی میکنی از مستر بیست، میشه همچین چیزی نه، امکان نداره. آقا پوریا وست اومده زحمت خودش رو کشته
ویدیو رو دوبله کرده، کنارش هم واسه اینکه کپی رایت حالا کپی استراک و فلان و بیسار رو نخوره اومده تصویر خودشون هم گذاشتن که انگار دارن به ویدیو سرویس ریاکت میرن واسه اینکه ما ببینیمش. قضاوت الکی واقعا همه کامنت ها رو نگاه کنی قضاوتایی ان اثر اینکه ما رو اصلا نمیشناختن، نمیدونستن ما اینجا چیکار میکنیم. خب بچه‌ها اینجا هم نوشته برای همکاری جهتی ادیت یه راه ارتباطی بذاریم بتونیم باهاتون ارتباط بگیریم. ما فعلا کلا اکیپمون کامل، آره دیگه. یعنی گروهمون کامل، ادیتور داریم، تامنیزن داریم، خودمونم که تو ویدیو هستیم. بله چجوری اینو فعلا کسی رو لازم نداریم. اگر لازم داشتیم تو ویدیو اعلام میکنیم که ساخن دست اینجوری بزنم نگن کپی. اعلام میکنیم که ادیتور میخوایم. دیگه آقا خودمون خبر میدیم اگه لازم باشه. حالا آره. بذار مانیتایز شیم بعد اون موقع بهش فکر می‌کنیم ایده پردازی اینا هم حتی میگیریم. ولی خب ان شاء الله فعلا یکم بریم بالا. دست‌هامون نگاه کن. بارا بارو گفتم بارا. گفتی بارو بالا. بارا. آقا یه کامنت دیگه یه بخونیم. کامنت دیگه هم بذار بخونیم. بچه‌ها این کامنت یکم طولانی سر همین تیکه تیکه توضیح میدم. یکی اینجا نوشته کیفیت میکروفون و نورپردازیتون ضعیفه. کیفیت میکروفونمون حالا بهترین میکروفون هم خریدیم واقعا. واقعا اون موقع مثلا ما که گرفتیم DJI 2 دیگه آخرین مدلش بود. آره. مثلا اون موقع یه برند چینی هم بود. اسمش چی بود؟ یادم نیست. اچ شروع شد. حالا خیلی خوب، اون موقع هم خیلی گرون بود. چقدر؟ آره اون موقع 13 تا خریدیم. 13 بعد نورپردازی. بچه ما نورپردازی اینجا 2 تا سافت باکس داریم. تازه حالا قراره چند تا تغییرات دیگه هم ایجاد کنیم. اینا به مرور زمان ایجاد میشن چون به هر حال ما هم تازه کاریم. حالا تازه کارا نمیشه زیاد ایراد گرفت. اونایی که تازه دارن نگاه کنیم بیشتر اومده پیشنهاد داده، یعنی انتقاد کرده از کارم. گفته آقا فلان کارو فلان چیزتون مثلا میتونید درست کنید تا پیشرفت کنید. حالا این هیت نداده، اینو نمیشه گفت هیت. نوشته کاش کی کپی کوما نبودید. بچه ما توضیح دادیم بله اوایل که کپی داشتیم که اونم بازم کامل کپی نبود، ولی خب کپی داشتیم ما خودمون اینو قبول اون تامنیلم کو چیپسا دور و بر صورت منه. اون تامنیل زن گفت که یه میستر بیستی دارم واسط میزنم. میستر بیستی نمیدونم فلان. کومان چرا نمیدونم. کومان داری از این نداره. نه گفتن کپی ممنتون ندیدم من اونو. آره اینو گفتن. بعد نوشته شخصیت سازی جدید انجام میدی. بچه ما واقعا در تلاشیم. خب آره ان شاء الله یکم بریم بالا کلا چنل یه جور دیگه میریم جلو، یعنی کلا متفاوت میذاریم. بعد کلا ما 4-5 ماه از یوتیوب دور بودیم. ما اینکه شروع کردیم تازه داشتیم دیگه یاد میگرفتیم چجوری ویدیو بسازیم. بعد یهو شطرخ اون قضایا پیش اومد که خب هممون میدونیم، هممون خبر داریم ازش. بعد نوشته جای پیشرفت داریم نه تفاوتی که حتی پروفایل چنلتون دقیقاً با کومان یکی باشه چه برسه به بقیه‌اش. بچه‌ها این حالا نظرش رو خیلی اومده گفته. آره. واقعا نمیشه ایراد گرفت ازش، ولی خب پروفایل رو قطعاً به زودی عوض می‌کنیم. بچه‌ها خیالشون راحت بشه، کپی رایت نخوریم. کپی رایت ای خدا من کاش که این ویدیو رو ببینید. کپی رایت خسته شدم. کپی رایت هیچ ور عوض می‌کنیم. دیگه کامنت خاصی نمون داخلش. اکثرشون تکراری بود. اکثرشون تکراری بودن و خب چی نمیشه گفت. مرسی بچه‌ها تا اینجا ویدیو با ما بودید. اینو یادم رفت بگم. اینم نوشته بود فکر کنم نوشته بود کیفیت دوربینتون پایینه. کیفیت دوربین از اون که میره بالاتر. ان شاء الله. ولی خب آقا هنوزم کیفیتمون با توجه به بعضیا که تازه کارن بالاست. آره تازه داریم با گوشی ویدیو ضبط می‌کنیم. آره بعد تو فکر کنی سپاه گذاشتی یه گوشی 2 تا سافت باکس دیگه. خب چه توقعی دارید؟ چیز دیگه تازه کار همینه. آره دیگه تازه کار این فعلا باید وسایل رو کامل کنیم. بچه‌ها حرفی داری؟ خواستم بگم هیچ درآمدی فعلا نداریم تا بخوایم واقعا چیزا خفن بیاریم. آره تا اینجا ویدیو اومدید لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، زنگوله بزنید. آقا چی بچه همه چی زنگوله. هر کاری که از دستتون برمیاد انجام بدید. مرسی تا اینجا ویدیو با ما بودید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.